من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سوره مبارکه قصص هست. قبل از سوره قصص که ما سوره های شعراء و نمل را خواندیم، در این سوره ها هم با دلائل عقلی و هم با دلائل نقلی اثبات شد مختار، مدبر، متصرف، برکات دهنده فقط و فقط الله عز و جل هست. و به خاطر همین موضوع بود، صرفاً و صرفاً همین موضوع بود که مشرکین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را اذیت می کردند و انواع تکالیف، انواع مشقت ها را بر ایشان وارد می کردند. حال ما در سوره قصص همین مطلب را می خوانیم که مسئله توحید را و یگانگی الله عز و جل را شما بیان کنید. بر دعوت و تبلیغ آن مصائب می آید، همان گونه که بر موسی آمد، و اون مصائب را برداشت کنید، تحمل کنید، سختی ها و شدائد را تحمل کنید. سیدنا موسی علیه السلام الگو و نمونه تحمل شدائد است، تحمل مصائب هست. از روزی که موسی علیه السلام متولد شد، از همون روز مصائب و مشکلات شروع شد. مادر موسی آماده می شود موسی را در صندوقچه بندازد و تو دریا بیندازد. بعد از اون که موسی در خانه فرعون بزرگ شد، بعد چه مشکلاتی بر موسی آمد، مجبور شد که مصر را ترک بکند. بعد از اون که به عنوان پیغمبر آمد، 10 سال در مدین جلاوطنی تحمل کند. بعد از اون که به مصر آمد،
مشکلات شروع شد تا روزی که فرعون غرق شد. موسی علیه السلام بدترین روزها و سختترین روزها را گذرانید. بعد از اون هم بنی اسرائیل با موسی چه کردند. لذا همیشه داستان موسی داستان رنج است، داستان مشکلات است که در این سوره قصص به تفصیل بیان شده. هم برخورد فرعونیان با او و هم برخورد بعضی از بنی اسرائیل بخشی در این سوره بیان شده با او. لذا الله می فرماید تلک آیات الکتاب المبین، این آیات کتاب مبین هست. کتاب مبین اشاره به چین مطلبی دارد؟ دلیل نقلی، که در این سوره دلیل نقلی و داستانها بیان میشه. نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق، ما تلاوت میکنیم بر تو از اخبار موسی و فرعون. بالحق یعنی کاملا صحیح دقیق. حق اینجا درست هست، به معنی درست، صحیح، دقیق. ما بعضی از داستانهای فرعون و موسی را بر تو بیان میکنیم به حق لقومی یؤمنون، اما این برای قومی هست که ایمان میارد. کسانی که از این داستان نفع میبرند، درس میگیرند. خب آغاز اون داستان ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم. همان فرعون طغیان کرد در زمین. علا بمعنی طغا، طغیان کرد، سرکشی کرد. وجعل اهلها شیعا، اهل خودش را گروه گروه کرد، ملت را گروه گروه کرد، دسته دسته کرد. به چه معنا؟ دو تا تفسیر نوشتند. یکی این که اصناف مختلف درست کرد، گروه های مختلف درست کرد، از اونها کارهای مختلف می گرفت. یک گروه کارهای کشاورزی را می کردن، یک گروه کارهای جنگی را انجام می دادن، سپاه بودن به اصطلاح و ارتش بودند. یک گروهی مثلا کارهای صنعتی را انجام می دادن، یک گروه کارهای خدماتی را. منظور اینه که مردم را دسته دسته کرده بود و از اونها کار می گرفت، از اونها خدمت می گرفت. یک توجیه و یک تفسیر اینه. تفسیر دوم و توجیه دوم که آنان را گروه گروه کرد، به این معنی که بین اونها تفرقه ایجاد کرد، بین اونها اختلاف ایجاد کرد، اینها را در مقابل هم قرار داد تا اینکه بتواند حکومت بکند. همون سیاستی که امروز معروف است به سیاست انگلیسی، تفرقه بینداز و حکومت کن. اصل این سیاست انگلیسی نیست، سیاست فرعونی است که بین مردم اختلاف ایجاد میکرد تا مردم با خود باشند، در مقابل خود باشند، با هم اختلاف داشته باشند و در این بین اون راحت حکومت خودش را میکرد. ببینید هر دو تفسیر را علامه آلوسی رحمه الله نوشته. شیعا یستضعف طائفة منهم را نوشته که اصنافا فی استخدامه، یعنی صنف صنف کرده بود، گروه گروه کرده بود در خدمت گرفتن از اونها. لیستعمل کل صنف فی عمل، تا که هر صنفی را در عملی استفاده بکند، استعمال بکند، از اونها کار بگیرد. من بناء، مثلا یک صنفی کارشون چی بود؟ بنا، ساخت و ساز. و حرث، یک صنف دیگری کارشون کشت و کشاورزی بود. و حفر، گروه دیگر کارشون حفاری بود. و غیر ذلك من الاعمال الشاقه، و غیر از این اعمال شاقه و اعمال سخت که اینها را از قوم می گرفت و قوم را گروه گروه کرده بود. هر گروهی
در یک بخشی مشغول فعالیت بود، برای فرعون داشتن کار میکردن. این یک توجیه. توجیه دوم، او فرقا مختلفه، یا اینکه ملت را فرق مختلفه درست کرده بود. قد اغرى بینهم العداوة والبغضاء، بین آنان عداوت و بغضاء ایجاد کرده بود، بغض و دشمنی. لئلا تتفق کلمتهم، تا اینکه کلمه اونها متفق نباشه، به این معنی که کلمه واحده داشته نباشند، وحدت با هم داشته نباشند. همان گونه که امروزه بسیاری از حکومت ها در دنیا هستند که رمز موفقیت و رمز حکومت داریشون اینه که بین ملت های خودشون اختلاف ایجاد کنند تا بتوانند حکومت کنند. خیلی از حکومت ها هستند که هی بین مردم اختلاف ایجاد میکنند، مردم را به جان هم میاندازند، اختلافات مثلا شهری درست میکنند، اهل این شهر با اهل اون شهر دشمنند، اختلافات زبانی درست میکنند، این زبان با اون زبان مشکل داره، اختلافات قومی درست میکنند. در بسیاری از بلاد این وجود دارد. لذا او این کار را کرده بود که شیعا، یعنی گروهایی که یستضعف طائفة منهم، ضعیف قرار داد گروهی از آنان را، منظور بنی اسرائیل است، بنی اسرائیل را ضعیفتر قرار داده بود. در عرض کنم که شرایط ضعیفی، بعد هر چی که میخواست با اونها میکرد. مثلا یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم، پسرانشان را ذبح میکرد، دخترانشان را زنده نگه میداشت. انه کان من المفسدین، همانا اون فرعون از مفسدان بود، اهل فساد بود و کارش فساد بود، خون ریزی بود، کشتن انسان ها بود. اذا اهل فساد همیشه بودند، همیشه سفاکانی بودند که انسان ها را کشتنش، افتخارشون در کشتن انسان ها بوده. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، ما میخواهیم که منت بگذاریم، احسان کنیم بر آنانی که استضعفوا فی الارض، در زمین مستضعف قرار داده شدن. یعنی ما دیگه خواستیم که بر مستضعفان منت بگذاریم، لطف کنیم. و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین. دو منت الله بیان می فرماید. اول اینکه آنان را پیشوای دینی قرار بدیم، ائمه پیشوایان. خدا خواست، فرعون اونها را برده خود قرار داده بود، بنی اسرائیل را برده و بنده قرار داده بود، خادم قرار داده بود، خار و زبون قرار داده بود. اما برعکس الله خواست که اینها را ائمه دینی قرار بدهد، پیشوایان دینی قرار بدهد. و نجعلهم الوارثین، و خواست که در زمین اونها را وارث قرار بدهد، یعنی اونها را اهل حکومت قرار بده، زمین مال اونها باشه، هم زمین مصر هم زمین شام. چنانچه الله عزوجل این گونه کرد، اهل مصر را هلاک کرد، اهل شام را هلاک کرد، تا اینکه بنی اسرائیل به نوائی رسید. لذا الله می فرماید و نجعلهم ائمة، و ما می خواستیم قرار بدیم این بنی اسرائیل را پیشوایان دینی. و نجعلهم الوارثین، و ما آنان را وارثین روی زمین قرار بدهیم. بله. و نمکن لهم فی الارض و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ما آنان را قدرت بدیم در زمین، ما آنان را تمکین بدیم. تمکین به معنی قدرت. ما خواستیم بنی اسرائیل را قدرت بدیم. و نری فرعون و هامان، و ما نشان بدهیم به فرعون و به هامان و جنودهما، لشکریان آنان، منهم ما كانوا يحذرون، از آنان چی نشان بدیم؟ آن چیزی را که اونها می ترسیدند. فرعون از چی می ترسید؟
از زوال ملکش، از پایان یافتن پادشاهیش. هامان و امثال هامان از سرنگون شدن حکومت‌هایشون میترسیدن، لذا آنچه که میترسیدن ما میخواستیم به اونها نشان بدهیم. پس ما این اراده را داشتیم. الله میفرماید بنابراین فرعون از این مسئله بیم داشت، به همین خاطر اولاد بنی اسرائیل را میکشت، چون به او کاهنها خبر داده بودند که از این خاندان فرزندی متولد میشه، زوال حکومت تو به دست او هست. حال داستان از اینجا شروع شد. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعی، ما وحی کردیم. وحی اینجا به معنی الهام است، یعنی در دلش این سخن را قرار دادیم. اوحینا ای الهمنا، ما وحی کردیم، الهام کردیم. الی ام موسی، به مادر موسی، ان ارضعی، اینکه او را شیر بده. چطور وحی کردیم؟ بعضی اکثر معتقدن که خدا در دلش یه چیز را مینداخت، در دلش قرار میداد، اون مطمئن میشد که همین کار را بکند، همون کار را میکرد. این الهام است. گاهی خدای عزوجل در دل اولیاء الهام میکند که یک کاری بکنند، میرن میکنن، خیلی هم نفع میبرند، سود میبرند. و چنانچه میفرماید الله و اوحى ربک الی النحل، خدا در دل زنبور عسل انداخت که چه کار بکنه. خب زنبور عسل میره از انواع گلها و میوه ها و بوته ها میخوره، بعد میاد زنبورش را مستقیم میاد به کندویش، زنبورش را میندازه. خب این دیگه اینجا وحی به معنی چی است؟ در دل انداختن، الهام. اکثر مفسران این را گفتن، اما بعضی از مفسران مثل تفسیر جمل گفته و کان یتمثل لها ملک، برای مادر موسی یک ملکی ظاهر می شد، یک ملکی به شکل ملکی می آمد، گفت این کار را بکن. والله اعلم. خب مادر موسی را الله دستور داد ابتدا شیر بده. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعی، به مادر موسی الهام کردیم موسی را شیر بده. فاذا خفت علیه فالقی، هرگاه بر او ترسیدی او را بنداز. فالقیه فی الیم، او را بنداز در دریا. ولا تخافی ولا تحزنی، نترس بر موسی، غم نکن از فراق او. ولا تخافی، نترس بنویسی از غرق. ولا تحزنی، غم نکن بنویس از فراق و جدایی، یعنی نه غرق میشه نه از او جدا میشی. انا رادوه الیک، این وعده اول، ما او را برمیگردانیم به سوی تو. و جاعلوه من المرسلین، او را از مرسلین قرار میدیم، از پیامبران قرار میدیم. این وعده دوم. الله به دلش انداخت که این فرزند من حفاظت میشه، این به من بر میگردد. فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا، بالاخره مادر موسی انداخت، دریا برد موسی را، برد تا اینکه جلوی خانه فرعون، جایی که ساحلی که فرعون و فرعونیان استفاده می کردن، اونجا رفت، قرار گرفت. سبحان الله، قدرت رب را ببین. الله می فرمه فالتقطه آل فرعون، خدا می خواد نشان بده، این درسی هست برای ما، برای همه کسانی که این داستان را می دونند که التقدیر یضحک علی التدبیر، گاهی تقدیر بر تدبیر می خندد. یعنی انسان تدبیر میکنه، انسان نقشه میکشه، برنامه ریزی میکنه، اما تقدیر به او میخندد. کل برنامه ریزی فرعون، کل نقشه فرعون اینه که جلوی همین بچه را بگیرد. الله این بچه را میخواد نشون بده، الله که هرچی من میخوام میشه،
هرچه بقیه پادشاهان و سلاطین بخوان نمیشه. لذا الله عزوجل همون بچه را که از او بیم دارد او را میاره تو خونهش بزرگش میکنه. الله نشان میده قدرت خودش را. فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، من رب اعلا هستم. الله نشون میده عملا که رب اعلا کیه؟ اینی که از او بیم داری خودت نگهداریش بکن با هزینه حکومت خودت. لذا الله می فرماید فالتقطه آل فرعون، او را آل فرعون برداشت، چیدند، یعنی او را برداشتند. لیکون لهم عدوا و حزنا، این لام عاقبت است، تا عاقبت این بشه، نتیجه این میشه که برای اونها دشمنی بشه و برای اونها غمی بشه. حزنا یعنی سبب غم بشه، برای اونها غمی بشه این بچه. ان فرعون و هامان و جنودهما كانوا خاطئین. همان فرعون، هامان و لشکریان اونها بر خطا بودند. كانوا خاطئین، خطاکار بودند، بر خطا بودند، یعنی در این معامله اشتباه میکردند ولی متوجه نبودند. وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک. خب فرعون از قضا اولاد نداشت. زن فرعون بیبی آسیه وقتی که دید که خدای تعالی چنین بچه ماهی را خودش آورده خونه من، گفت که چی خوب هست که این من برای خودم فرزند قرار بدم. به من که خدا فرزند نداده، این فرستاده که من به عنوان فرزند ازش نگهداری کنم. به فرعون گفت این بچه انشاءالله خونکی چشمان من و تو میشه. لا تقتلو، نکش او را. معلوم میشه که فرعون میخواست بکشه. فرعون هم به دلش نشست، با وجودی که فرعون میدونست، در دلش شک کرد این همون بچه نباشه. گفت که نه اینو نکش، این نیست اون بچه. این من میخواهم که بچه نازی هست تو خونه من آمده، من میخوام این را به عنوان بچه نگه دارم. عسى ان ینفعنا، امید است که به ما نفع برساند. او نتخذه ولدا، یا او را ما به عنوان ولد و متبنا بگیریم. متبنا این پسر خوانده. و هم لا یشعرون. الله میفرماید اونا نمیدانستند که همین بچه سبب سرنگونی پادشاهی و حکومتشان میشه. و اصبح فؤاد ام موسی فارغا، اما از طرف دیگر دل مادر موسی بیقرار بود. فارغا یعنی بیقرار. دل مادر موسی قلق داشت، اضطراب داشت، بیقرار بود. چنان بیقرار بود که میخواست بگه این بچه من است، میخواست بره بیرون بگه بچه من چی شد. ان کادت لتبدی به، قرآن میگه نزدیک بود که اظهار کند آن را. لولا ربطنا علی قلبها، اگر ما قلبش را ربط نمی کردیم، یعنی ربط القلب، منظور دلش را تقویت نمی کردیم، دلش را قرص نمی کردیم، اگر ما او را محکم نمی کردیم، ثبات قلب نشان بهش نمی دادیم، و میرفت میگفتیم بچه مال من است. لتکون من المؤمنین، تا اینکه از مؤمنان باشد. علت ربطنا هست، ما ربط القلب و تقویت قلبی کردیم، ثبات قلبی کردیم تا که از مؤمنان باشد. به هر حال این مادر خودش نرفت، به اون الهامی که بهش شده بود یقین داشت این بچه برمیگرده. لذا به خواهرش گفت برو کناره نیل ببین این بچه را آب به کجا میبرد. خواهرش از دور نگاه میکرد این صندوق چه کجا میره، تا اینکه دید که صندوق چک به کجا رفت. و قالت لاخته قصی، به خواهرش گفت که اون را عرض کنم تعقیب کن، بررسی کن. فبصرت به عن جنوب، اون خواهر نگاه میکرد آن را عن جنوب، از دور، عن جنوب ای عن بعد. و هم لا یشعرون، فرعونیان متوجه نبودند. خلاصه اونجا اون گرفتند. این خواهر پریشان شد،
رفت از نزدیک ببینه چه خبره. این بگو مگوها را شنید. بعدا دیدن که بچه گریه می کند، شیر می خواد. آوردن هر کسی را شیر بده، شیر نمی گرفت، هیچ پستانی را نمی گرفت. الله چون وعده کرده بود تو را بر می گردانیم. این خواهرش گفت که من کسی را بلد هستم که به این شیر بده. اون زنی هست که قطعا پستان او را و سینه اون زن را این می گیرد. گفتم برو بیار. و حرمنا علیه المراضع، من قبل ما بر او حرام کرده بودیم تمام شیرها را قبل از آن. فقالت هل ادلکم، خواهر موسی گفت هل ادلکم، آیا من راهنمایی کنم شما را علی اهل بیت، بر اهل بیتی که یکفلونه لکم، این را تکفل بکنند، این را به عهده و به کفالت خودشان بگیرند. و هم له ناصحون، آنان خیرخواه او هستند، اونها این بچه را خوب نگهداری میکنند، خیرخواهی میکنند. به هر حال اونا پذیرفتند موسی را. الله میفرماید ما به مادرش برگرداندیم. این انجاز وعده اول، انا رادوه الیک. خدا فرمود ما این را بر میگردیم به تو ای مادر موسی. پس اون وعده محقق شد. فرددناه الى امه کی تقر عینها، ما برگرداندیم آن را به مادرش تا که تقر عینها، چشمانش خنک بشه با دیدن فرزند دلبند. ولا تحزن، و غم نخورد از فراق موسی، از فراق فرزند دلبند. ولتعلم ان وعد الله حق، تا بداند که وعده الهی حق است، وعده که الله کرده که من برمیگردانم. ولكن اکثرهم لا يعلمون، اما اکثر مردم نمیدانند که وعده الهی حق است، هر وعده که الله بکند. علی ای حال موسی به مادرش برگشت و مادر او را الان با هزینه فرعون و هزینه دربار داشت شیر میداد. یعنی هم شیر میداد، هم دلش شاد شد، چشمش خنک شد، و هم حقوق میگرفت، شهریه میگرفت که داره بچه‌ای که مال کاخ فرعون هست داره شیر میده. این لطف الله و احسان الله است. علی ای حال موسی به این صورت رشد یافت، بزرگ شد. قرآن همون بخش‌های مقصودی را میگه. دیگه چه اتفاقاتی افتاد قرآن با اون کار نداره، چون کتاب داستان سرایی نیست، کتاب موعظه هست، کتاب عبرت و درس هست. جاهایی که درس هست و موعظه هست اونها را بیان می‌فرماید. ولما بلغ اشده واستوى آتیناه حکما و علما، زمانی که موسی رسید به اشدش، اشد یعنی سن قوت و سن جوانی، واستوى برابر شد از هر جهت. الله میفرما آتیناه حکما و علما، ما به او حکم دادیم یعنی دانش دادیم، فهم دادیم، و علما دانش. به او فهم و دانش دادیم. یک انسان با درک و درایتی بود، هر کس از او استفاده می کرد، هر کس از او راهنمایی می گرفت. و کذالک نجزی المحسنین، ما این گونه پاداش میدیم نیکوکاران را. از قضا یک روزی وارد شهر شد و دخل المدینه على حین غفلت من اهلها، وارد شهر شد، گشت زد تو شهر در حینی که اهل شهر در غفلت بودن. علما نوشتن یعنی وقت ظهر بود، وقت قیلوله و استراحت بود. این وقت شروع کرد به گشت و گذار در شهر. بله. فوجد فیها رجلین یقتتلان، یافت تو شهر که دو نفر با هم درگیرند. هذا من شیعته و هذا من عدوه، این یکی از گروه خود موسی است یعنی بنی اسرائیلیه، اون دیگه از دشمن، از قبطی هاست، از طایفه فرعون است. فاستغاثه الذي من شیعته على الذي من عدوه، طلب استغاثه کرد، طلب فریاد رسی کرد، اونی که از گروه خود موسی بود، على الذي من عدوه،
بر اونی که از دشمن بود. یعنی بنی اسرائیل از موسی استغاثه کرد که بر علیه این بنی اسرائیلی منو کمک کن. فوکزه موسی، الله میفرمه موسی دید که این قبطی بر بنی اسرائیل ظلم میکند. موسی از قبل از این مسئله رنج میبرد که بر بنی اسرائیلی های مظلوم همیشه ظلم میشه، فرعونیان کار میگیرند، کتک میزنند، هر چی دلشون بخوان. لذا موسی عصبانی شد. فوکزه موسی، یه مشت خوب بهش زد. فقضى علی، تمام شد بر او، فیصله شد، یعنی تمام شد، در دم جان داد، مرد. دست پیغمبر بود، قدرت پیغمبری بود. موسی علیه السلام خودش خبر نداشت که خدا به من چه قدرتی داده. قال هذا من عمل الشیطان، موسی گفت این عمل شیطان بود. ندامت اظهار کرد، من عجب اشتباهی کردم، نباید اینقدر محکم میزدم. انه عدو مضل مبین، شیطان دشمن انسان است و گمراه کننده هست آشکار. ببینید از اینجا معلوم میشه که انبیا که هنوز به نبوت نرسیده، هنوز به موسی پیامبری داده نشده، اما یک نوع هدایت فطری دارند. هدایت فطری یعنی الله تعالی فطرتاً به اونها قوه تشخیص داده، کار خوب از بد، شیطان دشمن را از غیر آن تشخیص میدن، درک میکنند. لذا و خدا را هم میشناسند، معرفت فی الجمله حاصل هست. و از موسی علیه السلام که از فرزندان یعقوب، اسحاق و ابراهیم بود، از اون نسل بود، پیامبران همه در نسلش بودند دیگه، معرفت الله و شناخت خدا حاصل بود. لذا موسی اظهار ندامت و پشیمانی کرد. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، بار اله من بر خودم ظلم کردم، مرا ببخش، مرا معاف بفرما. فغفر له، الله می فرماید او را الله بخشید. انه هو الغفور الرحیم، بدون شک اون ذات غفور است، بخشاینده و مهربان است. لذا موسی برای آینده با خدای خودش عهدی میبندد. قال رب بما انعمت علی، بر پروردگارا به برکت آن که بر من انعام کردی، بر من احسان کردی، که یا اینکه بر ملا نشد، هیچ که متوجه نشد، یا اینکه منو بخشیدی. فلن اکون ظهیرا للمجرمین، از این به بعد من هرگز پشتیبان مجرمان نمیشوم، از هیچ مجرمی دفاع نمی کنم. فاصبح فی المدینه خائفا یترقب، گشت موسی در شهر در حالی که می ترسید، خائف بود، می ترسید، یترقب انتظار می کشید. انتظار داشت. چه انتظاره؟ این که الان ماموران بیاند دستگیر کنند، فرعونی ها متوجه بشن. گاهی بعضی انسان ها خلاف می کنند، الان منتظر این ساعت اون ساعت مامورها به خانم بریزند. موسی این احساس خطر را می کرد. خب باز هم با احتیاط آهسته آهسته تو شهر میرفت، ببینه چه خبره. وقتی که شهر رفت دید دوباره درگیری، همون مرده که دیروز با یک قبطی دیگه درگیر شده. فاذا الذی استنصره بالامس، در این هنگام اون کسی که طلب نصرت و طلب یاری کرد بالامس دیروز، همون مجددا یستصرخه، از موسی فریاد رسی می کرد. دوباره موسی را صدا زد. موسی گفت عجب، ما دیروز نمیدونستیم تو انسانی هستی که خودت گمراهی، خودت هر روز درگیری، با این و اون درگیر میشی. موسی اینو گفت و رفت که اینها را از هم جدا کنه. قال له موسی انک لغوی مبین، موسی بهش گفت تو گمراه آشکاری هستی، این چه خبره، هر روز درگیری. لذا ناراحت شد و با عصبانیت این را گفت و به طرف اونها رفت. اون ترسید و بیچاره دید که دیروز مشت موسی کار اون را یک سره کرد، گفت الان امروز نصیب من میشه اون مشت. لذا فوراً
گفت که موسی دیروز اون کشتی، امروز من میخوای بکشی؟ خب قاتل او مشخص نبود. این اسرائیلی متوجه شد، این قبطی که با بنی اسرائیلی درگیر بود متوجه شد که اون فامیل ما را دیروز موسی کشته. فوراً اون را رها کرد، گفت عجب پس موسی کشته، من الان خبرش را به دربار میدم. همونطور جنگ را رها کرد و رفت به طرف دربار فرعون. فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما، زمانی که اراده کرد بگیرد بالذی هو عدو لهما، اون قبطی را، اونی که دشمن هر دو بود. قال یا موسی، این بنی اسرائیل گفت، قال یا موسی اتريد ان تقتلنی، ای موسی میخوای که مرا بکشی، کما قتلت نفسا بالامس، همان گونه که یک نفسی را دیروز کشتی، یک انسانی را. ان تريد الا ان تكون جبارا فی الارض، ای موسی تو تصمیم نداری، تو اراده نداری مگر این که باشی جبار. جبار یعنی سرکش، زورگو در زمین. و ما تريد ان تكون من المصلحین، تو نمیخواهی از مصلحان باشی، نمیخواهی بین مردم صلح ایجاد کنی، نیکوکاری بکنی، فقط مردم را میکشی. لذا اون طرف متوجه شد، گریخت. وقتی که گریخت رفت اونجا خبر را داد و دربار متوجه شد. موسی علیه السلام نمیدونست چی کار بکنه، دیگه به کاخ نرفت. مردی اونجا وقتی که متوجه شدند که قاتل موسی هست، از قبل بر علیه موسی در قصر فرعون و در کاخ فرعون عداوت و دشمنی به قدر کافی بود. خود فرعون هم از زنش میترسید و الا فرعون همون اول میخواست موسی را از بین ببرد که آسیه گفت نه، این که ریشت را کشیده این قصدی نداشته، این هدفی نداشته، امتحانش کن. امتحان کردن موسی علیه السلام، به جای بردن دست به طرف جواهرات و به طرف سینی که توش جواهرات بود، آتش گرفت و اون زغال روشن را گرفت و تو دهنش گذاشت. گفت ببین بچه هستی میداند. از قبل فرعون دنبال بهانه بود، الان خیلی دیگه هم با موسی حسادت داشتند. الان که این خبر رسید اونجا با هم مشوره کردن گفتم قصاص، دیگه شرش را تمام بکنیم. چون میدیدن موسی روز به روز نیرومندتر و تنومندتر میشه، هم یکی از پهلوانان و قهرمانان بود و هم یکی از انسانهای حکیم بود و عالم بود، حکیم و علیم بود. هر کس از موسی راهنمایی میگرفت، مرجع مردم شده بود، امید مردم شده بود. از این بابت اونا دوست نداشتند که انسانی اینطور رشد بکنه. اما موسی یک خیرخواهی داشت در همون مجلس شورا، که او موسی را دوست داشت، اخلاق موسی، عادات موسی، اون خودش انسان پاک طینت و پاک سرشتی بود، لذا موسی را دوست داشت، موسی را میپسندید. وقتی که متوجه شد که مشوره داره انجام میگیره و اکثریت توافق کردن بر اینکه از موسی قصاص بگیرند، انتقام بگیرند، اون آهسته خودش را به موسی رساند و موسی را خیرخواهی کرد. گفت موسی از اونجا برو که اینجا خیری برات نیست. در سوره مؤمن ما داستان رجل مؤمن را خواندیم، بسیاری میگویند این مؤمن همونه. اینجا خیرخواهی کرد، موسی را نجات داد، بعدا الله عزوجل ایمان نصیبش کرد. وقتی که موسی آمد باش دوست بود، اول خونه اون آمد و اخبار را ازش گرفت و موسی بهش گفت من پیغمبر خدا هستم، به عنوان پیغمبر خدا آمدم. او ایمان آورد و بعدا در دربار فرعون آمد، از موسی علیه السلام دفاع کرد. لذا الله می فرماید و جاء رجل من اقصى المدینه یسعی، مردی آمد از اقصای شهر، از آخر شهر که می دوید، دوان آمد.
قال يا موسى إن الملأ یأتمرون بک ای موسی همانا درباریان رؤسا مشوره کردن درباره تو لیقتلوک تاکه تو را بکشن فخرج انی لک من الناصحین خارج شو بیرون شو از این شهر من ناصح و خیر خواهی تو هستم برو یک جای دیگه فخرج منها خائفا یترقب الله می فرماید موسی از اون شهر خارج شد در حالی که خائف بود می ترسید یترقب انتظار می کشید این انتظار می کشید که الان دستگیر نشم مامورین مرا نبینند با همین احساس و با این خطر از این شهر رفت بیرون وقتی که رفت بیرون این دعا را هم کرد قال رب نجنی من القوم الظالمین بار اله مرا از این قوم ظالم نجات بده پناه بده علی ای حال موسی به مسیرش ادامه داد رفت به طرف مدین رفت ولما توجه تلقاء مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل مدین به طرف شام بود شام سرزمین اصلی بنی اسرائیلی ها بود به اون سمت و سو رفت لذا مدین در مسیر هست اصل مدین من خدمت شما عرض کردم مدین نام جدشون بود و این مدین از اولاد حضرت ابراهیم است اما نه از طریق اسحاق موسی هم از اولاد ابراهیم بود اما از طریق یعقوب ابن اسحاق اما یک فرزند دیگری حضرت ابراهیم داشت که مدین و اهل مدین از اون طریق از نسل ابراهیم می شدن خب اونجا رفت قال عسى ربي ولما توجه تلقاء مدين وقتی که متوجه شد به طرف مدین توکل کلیمی را ببینید توکل موسوی را قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل توقع دارم امید دارم که رب من مرا به راه راست راهنمایی کند راهی که خیر من باشد اونجا رفت آب مدین بود و مردم مدین داشتن آب می کشیدند برای مواشی و حیوانات خودشون و به حیوانات آب می دادن ولما ورد ماء مدین وقتی که وارد شد به آب مدین وجد علیه امة من الناس یسقون یافت بر آن گروهی از مردم را که آب می دادند و وجد من دونهم امرأتین تذودان یافت بغیر از آنها دو زن را که تزودان یعنی تمنعان گوسفندان خودشون را جلوگیری میکردن نمی گذاشتن برن آب بخورن خب بقیه مردم آب میدادن همه با هم خنده بود و قهقه بود و آب دادن بود این دوتا گوسفندان خودشون را نمی گذاشتن موسی تعجب کرد چرا اینها گوسفندان خودشون را آب نمیدن از اونها پرسید متوجه شو اینا مشکلی دارن قال ما خطبکما ای ما شأنکما شما کارتون چیست شما چرا نمیذارین گوسفندان آب بخورن قالت لا نسقی حتی یصدر الرعاء ما آب نمیدیم حتی که برگردند بقیه رعاء یعنی چوپان ها جمع راعی هست بقیه چوپان ها برگردند بروند و ما بعداً آب میدیم چون الان این آب مال اونهاست اونا کشیدند ما که نمیتونیم آب بکشیم چنان دلوی بود که کسی نمیتونست آب بکشه و ابونا شیخ کبیر خب حتما این سوال میشد مرد خانه کجاست مرد خانه پدر ماست شیخ کبیری هست پیرمرد بزرگی هست سن و سالی ازش گذشته نمیتونه بیاد بله علامه عرض کنم که در معالم التنزیل صاحب کتاب معالم التنزیل نوشته ان امرأتان لا نطیق معنیش اینه که ما دو زن هستیم طاقت و توان را نداریم که ان نستسقی اینکه آب بکشیم ولا نستطيع ان نزاحم الرجال و نمیتوانیم هم مزاحمت مردان بکنیم فاذا صدروا وقتی این مردان برگردند سقینا مواشینا
ما آب میدهیم مواشی خودمان را، ما افضلت مواشیهم فی الحوض، هرچی که حیوانات اونها در حوض اضافی بذارند ما اون به حیواناتمون آب میدیم، ما خود ما نمیتونیم آب بکشیم. موسی متوجه شد اینا مظلوم، اینا کسی را ندارند. پس موسی علیه السلام برای اونها آب کشید. فسقا لهما، آب کشید برایشون به تنهایی. چگونه آب کشید؟ در تفسیرها نوشته، تو قرآن نیست. اهل تفسیر از روی روایت ها نوشتند که روی انه نحل قوم عن رأس البئر، روایت شده که این قوم که آب دادند دلو خودشون را برداشتند و از کنار چاه رفتند، کنار کشیدند. و سألهم دلوا، موسی از اونها دلو خواست، گفت دلو بدید من میخوام آب بکشم. اونا خندیدن، تو میخوای آب بکشی به تنهایی؟ چون دلو بزرگی بود، چند نفر آب میکشید، چند نفر با هم میکشیدند. لذا فاعطوه دلوهم و قالوا استسق بها، دلوشون را دادن گفتن با این آب بکش. در این روایت که علامه نصفی نوشته و کانت لا ینزعها الا 40، این ریسمان را و این دلو را نمیکشید مگر 40 نفر یا 40 نفر یا جمع کثیری، به هر حال چندین نفر اینا میگرفتند. اینا اونجا نشستن تماشا بکنه این چطور با این دلو میخواد آب بکشه. لذا فاستسقا بها و صبها فی الحوض، موسی راحت کشید، قدرت داشت، پیغمبر بود و تو حوض آبش را ریخت. اینا تعجب کرده این کیه؟ به هر حال اینا را گفت الان حیواناتتون را آب بدید. اونا آب دادند. عجب انسان خیرخواهی هست و عجب نیرومند و قدرتمند. به هر حال حجاب و حیا ایجاب میکرد بیشتر نه موسی سخن بگوید نه اونها سخن بگویند. اما زود رفتند خانه و پدرشون دید که زودتر از هر روز آمدند و گوسفندا هم آب خوردند. اینها رفتند و به پدر گفتند که چنین جوانی را ما دیدیم. الله می فرماید فسقا لهما، آب کشید برای آنان موسی. ثم تولا الی الظل، سپس پشت داد و رفت به طرف سایه، یعنی رفت سایه درخت نشست. اونجا از خدا میخواد خدای برای من فرجی بیار، خدایا من گرسنه بود، چند روز در راه بود، من محتاج تو هستم، فقیر در تو هستم. فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، گفت بار الها من برای آنچه که برای من نازل کنی از هر خیر فقیر هستم، محتاج هستم، من محتاج خیر هستم که به من بدهی. از این دو دختر یکی آمد، دعای موسی فوراً اجابت شد. فجاءته احداهما تمشي على استحياء، آمد یکی از آن دختران در حالی که تمشی راه میرفت بر حیا، دختر پیغمبر بود. قالت ان ابی یدعوک، همان پدرم تو را میخواند لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تا که پاداش بده اجر آن آبی که برای ما کشیدی. فلما جاءه وقص علیه القصص، زمانی که موسی آمد پیش شعیب، اینها دختران شعیب بودند و این پیرمرد شعیب بود، شعیب نبی پیغمبر اهل مدین، اما این وقت خانه نشین شده بود، پیر و ضعیف شده بود. گفت که فلما جاءه، وقت پیش شعیب آمد و قص علیه القصص، تمام قصص و واقعات و جریانات را برایش تعریف کرد. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، نترس نجات یافتی از قوم ظالم. شعیب علیه السلام متوجه شد، موسی گفت ما از قوم اسرائیل هستیم، از بنی اسرائیل هستیم، فرزندان یعقوب، و
این گونه بر ما ظلم کردن. من که متولد شدم مادرم از ترس مرا تو دریا انداخت، تو خونه فرعون بزرگ شدم. یه روز اشتباهی یکی را زدم، کشته شد، مرد. گفت اشکال نداره، از این قوم ظالم نجات یافته، اینجا که فرعون حکومتی ندارد، دسترسی ندارد، همینجا بمان. قالت احداهما یا ابت استاجر، یکی از آن دو دختر گفت ای پدر این را اجیر کن. اجیر به معنای مزدور، به معنای کارگر. این را اجیر و کارگر ما بکن که ما الان هم زن هستیم، نمیتونیم، برای ما مشکل است. بهترین کسی که تو اون را به عنوان اجیر بگیری، به عنوان کارگر بگیری، کسی هست که هم قوی باشد هم امین باشد، که این هر دو صفت را دارد. قوتش را در کشیدن آب دیدند، امانتش را در چی دیدند؟ در اینکه وقتی که موسی آمد با اون دختر چگونه حیا و چشمانش را حفاظت کرد. موسی حتی نگذاشت اون دختر جلو بشه، گفت من جلوتر میرم، نمیخواست چشمش بیفته، هر جا که بود به من راهنمایی کن کجا برم. اون دریافت که امین است. لذا بعد از اینکه مدتی گذشت و یقین کرد فرعون که این انسان قوی هست، ببخشید یقین کرد شعیب که این انسان قوی هست، امینی هست، با دیانت هست، موسی را از یعنی خودش را تشخیص داد. الان پیشنهاد ازدواج دخترش کرد. قال انی اريد ان انکحک احدى ابنتی، من میخواهم به نکاح تو در بیارم یکی از دخترانم را، هاتین، همین دو دختری که تو دیدی، علی ان تأجرنی 8 حجج، بر این شرط که تو بر اجیر من باشی، یعنی برای من کار بکنی 8 سال، گوسفندانم را و امور خانه ام را رسیدگی کن. فان اتممت 10 فمن عندك، اگر 10 را تکمیل کردی از طرف خودت، تبرعی هست، احسانی هست، اما 8 لازمه. و ما اريد ان اشق عليك، من نمیخوام بر تو سخت بگیرم. ستجدنی ان شاء الله من الصالحین، اگر خدا بخواهد مرا از صالحان و از شایستگان یا خواهی یافت. قال ذلك بینی و بینک، موسی قبول کرد، گفت این بین من و بین تو این قرارداد هست. ایما الاجلین قضیتو، هر یکی را از این دو مدت من تکمیل کردم، فلا عدوان علی، بر من هیچ تعدی نیست. 8 سال یا 10 سال که از خودم باش کردم. والله علی ما نقول وکیل، بر آنچه که ما میگوییم الله وکیل هست، الله گواه هست. خب فلما قضى موسی الاجل، موسی وقتی که مدت را تمام کرد، اکثر معتقدند که 10 سال کرد. موسی وقتی که احسان شعیب را دید، اونم احسان کرد، 2 سال بیشتر نشست. و سار بعدا اجازه گرفت، گفت الان وقت تمام شده، من میرم که مادری دارم، خواهری دارم، برادری دارم، خبر اونها را بگیرم. اکثر علما معتقدند که به طرف مصر رفت. بعضی میگن نه، موسی نخواست به طرف مصر بره، موسی خواست که به طرف شام بره، به طرف شام بره. سرزمین آبایی و اجدادی بود، تا اینکه در مسیر راه موضوع نبوت پیش آمد و بهش دستور رسید که نه، برو به طرف مصر. الله می فرماید که فلما قضى موسی الاجل، موسی اجل را تکمیل کرد، و سار به اهله، و با اهلش رفت، برد اهلش را به اون سمتی که میخواست ببره. آنس من جانب طور نارا، از جانب کوه طور آتشی را احساس کرد، مشاهده کرد. قال لأهلهم كثوا انی آنست نارا، به اهلش گفت شما اینجا بمانید، من مشاهده کردم آتشی را، نوری را، برم اونجا ببینم چه خبره. لعلی آتیکم منها بخبر، شاید من بیایم پیش شما یا بیاورم از اونجا خبری، او جذوة من النار، یا شعله از آتش، که لعلکم تصطلون، شاید شما آتشی را روشن کنید، افروخته کنید که هم گرمی حاصل کنید
و هم راه را بتونیم پیدا بکنیم. راه را گم کرده بودن. این الان انجاز وعده دوم است. الله با مادر موسی دو وعده کرد، یکی این که ما این را برمیگردانیم بهت که برگردان، دوم و جعلوه من المرسلین، اینو پیغمبر میگردانیم. الان این وعده دوم داره اینجا انجاز میشه. فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعة المبارکه، وقتی که آنجا آمد پیش آن نور آمد، پیش آن آتش آمد، ندا شد ندای غایبانه من شاطئ الوادی الایمن، از کناره این وادی، کناره راستش، فی البقعة المبارکه، در آن بقعه مبارکه، در آن بقعه و اون سرزمین بابرکت. من الشجره، من الشجره بدل هست از کنم که شاطئ الواد، اونجا در اون شاطئ الواد کناره وادی یک درخت بود، از درون اون درخت این صدا آمد ای یا موسی انی انا الله رب العالمین. این مطلب که ای موسی من الله هستم، اون اللهی که رب جهانیان هست، لذا تو را به عنوان پیغمبری برگزیدم. در آیات دیگه شما خواندید. و ان القی عصاک، عصایت را بینداز، فلما رآها تهتز، موسی وقت دید اون عصا را که تهتز یعنی تتحرک، حرکت میکنه، داره میاد به سویش، کأنها جان، گویا اون جان بود. جان مار باریک را میگویند، حیه و جان هر دو مار باریک را میگویند. ثعبان اژدها را میگویند. خب یک جای قرآن میگه اژدهایی شد، مار بزرگی شد، اینجا میگه مار کوچکی شد. کدوم یک درسته؟ هر دو درسته. از نظر جثه اژدهایی بود، خیلی بزرگ بود، اما از نظر سرعت و چالاکی و فرز بودن کأنها، اینجا هم کاف حرف تشبیه، مثل جان بود. خود جان نه، گویا اون جان بود، یعنی مار لاغری بود، مار ضعیفی بود، مار باریکی بود که چطور مار باریک تند میره چنان تند میرفت. ولا مدبرا ولم یعقب، موسی وقتی که دید، ببین این معجزه پیغمبر است. من بارها عرض کردم که معجزه به دست پیغمبر ظاهر میشه، اما اختیارش به دست پیغمبر نیست، اختیارش به دست الله. الان اینجا موسی خودش میترسه، ولا مدبرا، برگشت پشت دهنده، پا به فرار گذاشت از این معجزه. وقتی که مشاهده کرد بار اول، خودش پا فرار گذاشت. ولم یعقب، اصلا عقب را نگاه نکرد. الله تعالی گفت یا موسی اقبل ولا تخاف، ای موسی برگرد، متوجه باش، نترس، انک من الآمنین، تو ایمنی، هیچ خطری تو را تهدید نمی کند، بیا بگیر اون را. آمد ترسان و لرزان، دوباره گرفت، تبدیل به عصا شد. این معجزه اول. دوم، اسلک یدک فی جیبک، داخل کن دستت را در گریبانت، تخرج بیضاء من غیر سوء، اون دست سفید خارج میشه، اما نه سفیدی مثل سفیدی پیس، بلکه من غیر سوء، بدون عیب، بدون اشکال، سفیدیه که می درخشد، مثل ستاره برق میزند. واضمم الیک جناحک من الرهب، جناحت را یا بازویت را با خود چی کن؟ به خود بچسبان. من الرهب، از کنم ترس. گاهی که انسان بترسد، این بالخصوص این حالت پرنده هست. پرنده وقتی که حالت خوف را داشته باشه، پرهایش را جمع می کند، پر و بازوها را وقتی که جمع بکند یک مقداری آرام می گیرد، پرش که باز بشه می لرزد از ترس. لذا الله عزوجل به موسی گفت واضمم الیک جناحک من الرهب، یعنی بازویت را متصل کن
تا اینکه آرامش بگیری. علامه آلوسی نوشته و هو مأخوذ من فعل الطائر، این از فعل پرنده گرفته شده. عند الامن بعد الخوف، بعد از خوف وقتی که امنیت بیاد چطور بازوهاش را، وقتی که امنیت داشته نباشه بازوهاش باز هستند. و هو فی الاصل مستعار من فعل الطائر عند هذه الحاله، به نسل این حالت مستعار از فعل پرنده هست. خب به وقت این حالت فذانک برهانان ای موسی، این دو برهان هستند، دو دلیل هستند، دو معجزه هستند. من ربک، از سوی رب، الى فرعون و ملئه، بسوی فرعون و درباریان فرعون. انهم كانوا قوما فاسقین، اینها قوم فاسقی هستند، برو به طرف اونها. اما قبل از اون که موسی بره اون موضوع پرونده خودش را مطرح کرد. خدایا اون انسانی که من کشتم تکلیف اون چی میشه؟ میترسم برم نتونم رسالتت را انجام بدم پیش از اون منو بکشند. پس مقصد موسی علیه السلام کنارگیری از رسالت و سرپیچی نبود، بلکه از خدای عزوجل هم راهنمایی خواست و هم از الله خواست که تقویتش بکنه. بل طلب من الله ما یقوی قلبه و یزیل خوفه. تفسیر کبیر خواست نوشته از خدا خواست چیزی را که قلبش را تقویت بکند و خوفش را از بین ببرد. لذا این معروض را ذکر کرد. قال رب انی قتلت منهم نفسا، بار اله من از آنان یک انسانی را، یک نفسی را کشتم. فاخاف ان یقتلون، من میترسم که مرا بکشند. و اخی هارون، و برادرم هارون، هو افصح منی لسانا، اون از نظر زبان از من فصیح تر است، من لکنت دارم. فارسله معی رد ان یصدقنی، بفرست بسوی او، یعنی به او هم رسالت بده. ردعن به عنوان معاون، به عنوان مددکار، که معاون من باشد. یصدقنی، او مرا تصدیق بکند. تصدیق بکنم به این معنی که هر جا نیاز به بیان شد او بیان کند. انی اخاف ان یکذبون، من میترسم که آنان مرا تکذیب کنند. رب العالمین اجابت کرد. قال سنشد عضدک باخیک، ان قریب ما تقویت میکنیم، میبندیم بازویت را با برادرت بسبب برادرت. و نجعل لکما سلطانا، و ما برای شما تسلط و قدرت میدهیم، قرار میدهیم. فلا یصلون الیک، یعنی چنان روب به شما میدیم که اونا جرأت نکنه شما را بکشن، کشتن به جای خود که به شما نرسن. فلا یصلون الیک، نمیرسن آنان به شما. به آیاتنا، با آیات ما، یعنی با آیات الله می فرماید ما به شما تسلط میدیم. انتما و من اتبعکما الغالبون، ای موسی شما هر دو، شما و هارون، و من اتبعکما هر کسی که از شما پیروی کند، الغالبون شما غالبید، شما پیروز میدانید. رب العالمین می فرماید فلما جاءهم موسی بآیاتنا، زمانی که موسی پیش آنان آمد، پیش فرعونیان آمد، با آیات ما آمد. قالوا ما هذا الا سحر مفترى، حماقت اول فرعونیان، اونها معجزه را جادو گفتند این نیست مگر جادویی که افترا شده بر خدا، مفترن علی الله. و ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، حماقت دوم، ما نشنیدیم این چیز را در پدران گذشته مان. خب الله تعالی موسی علیه السلام جواب داد که الله بهتر میداند. وقال موسی ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عنده، موسی گفت رب من بهتر میداند چه کسی از پیش خدا هدایت آورده. و من تکون له عاقبت الدار، چه کسی هست که عاقبت و انجام خوب دار مال او هست. انه لا یفلح الظالمون، همانا شأن این است که ظالمان رستگار نمی شوند. ما عادلیم، ما ظالم نیستیم. اما اناد فرعون را ببین. وقال فرعون یا ایها الملأ، فرعون گفت ای درباریان، ما علمت لكم من اله غیری، من هیچ الهی بغیر از خودم برای شما
سراغ ندارم، نمیدانم این کجا از کجا آمد اله دیگری. فاوقد لی یا هامان، چون که موسی گفت رب السماوات و رب الارض، شما قبلا خواندید رب آسمان هاست، لذا فرعون گفت که فاوقد لی یا هامان علی الطین، ای هامان بر گل برای من چی کن؟ روشن کن، آتش روشن کن. به این معنی که خشت خام نه، خشت پخته، بنایی برای من درست کن، برجی درست کن که من برم نگاه بکنم. فجعل لی صرحا، برای من صرح میگن مقام عالی، برج که بسیار بلند باشد. لعلی اطلع الى اله موسی، شاید من ببینم. اطلاع میگن سرکشیدن، سرک کشیدن را و کسی را دیدن. شاید من سرک بکشم ببینم اله موسی را. و انی لاظنه من الکاذبین، من او را فکر میکنم، موسی را گمان میکنم از کاذبین هست، دروغ میگه، اصلا چنین خدایی نباشد، ولی درست کن. یا اینکه این تمسخر بود، قبلا این بحث را خواندید، یا اینکه حقیقتا اینقدر کودن و احمق بود که درست کرد. خب حماقتش از چند جهت است. یکی از این جهت است که اگر تو میخواستی بری به یک سکوی بالای کوه برو، هر چقدر تو درست کنی، برجی درست کنی، از کوه که بلندتر درست نمی کنی. و دوم این که فکر میکرد الله عزوجل جای مستقر است. الله میفرماید واستکبر هو و جنوده فی الارض بغیر الحق، تکبر کرد فرعون و لشکریانش در زمین بنا حق. و ظنوا انهم الینا لا یرجعون، آنان فکر کردند که به سوی ما برگردانده نمیشوند. ای فی الاخرة ولا بعث بعد الموت، در آخرت. و می گفتند که بعد الموت بعثی نیست. خب اینجا الله عزوجل به صورت خلاصه، شما این داستان را مفصل در سوره های متعدد دیگه خواندید. الله می فرماید فاخذناه و جنوده فنبذناهم فی الیم، ما مؤاخذه کردیم فرعون را و لشکریانش را. فنبذناهم، آنان را انداختیم در دریا. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین، ببین انجام و عاقبت ظالمان چگونه هست. و جعلناهم ائمة یدعون الی النار، آنها را در دنیا پیشوا قرار داده بودیم، پیشوای کفر. ائمة یعنی رؤساء فی الشرک، جلالین گفته در باب شرک اینا رئیس بودند، در رأس بودند. یدعون الی النار، مردم را فرا می خواندند به سوی آتش جهنم. و یوم القیامت لا ینصرون، در روز قیامت اینها یاری نمی شوند، هیچ کسی نیست سفارش اونها بکند، نفی شفاعت قهری. و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنه، در همین دنیا ما دنبال کردیم اونها را لعنت، یعنی دوری از رحمت، بر اونها لعنت فرستادیم. و یوم القیامت هم من المقبوحین، و در روز قیامت اونها از زشت چهرگان هستند. مقبوح یعنی چهره کریه دارند، زشت دارند. ما قبلا این مطلب را خواندیم که مجرمین تمام چهره های زشتی دارند، اما هرچی که جرم و جنایت بیشتر باشد، زشتی چهره اش هم بیشتر خواهد بود. ولقد آتینا موسی الکتاب، بعد از هلاکت فرعون ما به موسی کتاب تورات دادیم. من بعد ما اهلکنا القرون الاولى، بعد از اینکه هلاک کردیم قرون اولی را، یعنی فرعونیان را. بصائر للناس، در حالی که این کتاب موجب بصیرت و راهنما بود برای مردم، و هدی هدایت بود و رحمت بود. لعلهم یتذکرون، این حکمتی ایتا هست. چرا دادیم تورات را؟ شاید پند بگیرند، شاید اونها از این کتاب راهنمایی بگیرند به راه خدا، به راه ثواب. و ما کنت بجانب الغربی، اینجا الله تعالی جمله معترضه برای صداقت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان میکنه. ضمن اینکه ما این داستان ها را میخوانیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم، این استدلال قرآنی. الله میفرماید ای پیغمبر من، در اون جانب غربی کوه تور
شما نبودید که ما به موسی کتاب تورات دادیم، اونجا که ما موسی رو نبوت و پیغمبری دادیم شما نبودید. شما جز باشندگان و مقیمهای مدین نبودید که موسی آمد اونجا چطور آب کشید، چطور با شعیب قرارداد بست، چطور 10 سال ماند. اینها را از کجا میدانی؟ تو که پیغمبر امی هستی، به مکتب نرفتی، خواندن بلد نیستی، همه این اسرار را دقیق بیان میکنی. این دلیلی هست اگر اینها، این مخاطبین قرآن، اگر این طرف شما خرد داشته باشند، کسانی که شما را میشناسند، این دلیلی هست بر اینکه تو پیغمبر خدا هستی. وحی الهی به سویت می آید که از همه این اخبار دقیق خبر میدی، چنان خبر میدی که یک انسان باسواد هم اینقدر بلد نیست. پس این هست از اون چیزی که از این استدلال گرفته میشه برای رسالت رسول الله و صداقت رسول الله. الله می فرماید و ما کنت بجانب الغربی، نبودی شما در جانب غربی اون کوه تور، اذ قضینا الى موسی الامر، زمانی که ما فیصله کردیم به سوی موسی امر یعنی تورات را، و ما کنت من الشاهدین، و نبودی شما از شاهدان، از گواهان، وقتی که ما به موسی تمام این مراحل را دادیم. ولکننا انشأنا قرونا، اما بعد از اون ما ایجاد کردیم قرونی، سالهای متمادی، صدها سال گذشته. فتطاول علیهم العمر، طولانی شده بر آنان عمر یعنی زندگی، عمر بسیار طولانی از اون زمان گذشته، عهد بسیار طولانی گذشته. و ما کنت ثاویا فی اهل مدین، نبودی ای محمد رسول الله ثاویا یعنی مقیم، ساکن نبودی در اهل مدین که تتلو علیهم آیاتنا، بر آنان بخوانی آیات ما را. پس این همه اخبار را از کجا داری؟ ولکننا كنا مرسلین، اما ما هستیم مرسلین، فرستادگان شما. و ما کنت بجانب الطور اذ نادینا، نبودی شما در کناره کوه تور، اذ نادینا وقتی که ما ندا کردیم موسی را به عنوان نبی، به عنوان نبوت، وقتی که می خواستیم بهش پیغمبری بدیم. ولکن رحمتا من ربک، اما این رحمتی هست از جانب رب تو که الله به تو داد، رسالتی به داد. لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک، تاکہ به وسیله این نبوت بترسانی قومی را که ما اتاهم من نذیر، نیامد پیش آنان هیچ نذیر و هیچ پیغمبری من قبلک، قبل است تو در این زمان قریب. لعلهم یتذکرون، شاید اونها پند بگیرند، نصیحت بگیرند، شاید هدایت بشن. ولولا ان تصیبهم مصیبة بما قدمت ایدیهم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع. اللہ تعالی می فرماید که این تخویف دنیوی هست در واقع، که الله چرا برای اونها را عذاب میده در دنیا و آخرت. ولولا ان تصیبهم مصیبت، اگر به اونها نرسد مصیبتی، بنویسید در دنیا و آخرت، بما قدمت ایدیهم، بسبب اینکه انجام داد، ایدی دستهای اونها یعنی عمل کرد اونها، بسبب عمل کرد اونها یعنی اعمال شرکیه و کفریه. یعنی چرا نمی رسد؟ بخاطر اینکه فیقولو، میگویند ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، بار اله چرا بسوی ما پیغمبری نفرستادی که فنتبع آیاتک، ما پیروی کنیم از آیات تو، و نکون من المؤمنین، از مؤمنان باشیم. اگر این نبود ما پیغمبر نمی فرستادیم، ما اینها را عذاب می دادیم. ولی اگر ما عذاب می دادیم اون وقت اینها این ایراد را می گرفتن که خدایا پیغمبر می فرستادی
تا ما را راهنمایی میکرد، روشن میکرد، ما به عذاب گرفتار نمیشدیم. خودت نفرستادی، الان چرا ما را عذاب میدی؟ الله میفرمه به خاطری که این حرف نگند ما برایشون پیغمبر فرستادیم. ببینید علامه اندلسی نوشته والمعنى لولا انهم قائلون، اگر آنان نمی گفتند، چه زمانی که انه اوقبو از اوقبو، زمانی که عذاب داده می شوند، بما قدموا من الشرك والمعاصی، چرا عذاب داده شوند؟ به خاطر اونچه که شرک و معصیت انجام دادند. اگر نمی گفتند که هلا ارسلت الینا رسولا، بار اله چرا رسولی برای ما نفرستادی؟ محتجین بذلك علینا، تا به وسیله رسول بر علی ما حجت می گرفتی. لذا اگر این مطلب نبود ما ارسلنا الیهم، ما به سوی آنان هیچ پیغمبر نمی فرستادیم. ای انما ارسلنا الرسل ازالتا لهذا العذر، خدا میگه ما پیامبران را به خاطر اینکه این عذر را داشته نباشند فرستادیم. پس ولولا ان تصیبهم مصیبه بما قدمت ایدیهم، اینجا تقدیم و تأخیر است. اگر این نبود که مصیبتی وقتی که به اونها میرسد به سبب اعمال شرکیشان، فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا، که اون وقت میگفتن خدایا چرا به سوی ما رسول نفرستادی؟ فنتبع آیاتک، آیات ترا پیروی میکردیم و از مؤمنان میشدیم. اگر این نبود لما ارسلنا الرسل، ما رسول را نمی فرستادیم، ولی رسول را به خاطر اینکه مردم این بهانه نیارند فرستادیم. بله. فلما جاءهم الحق، وقتی که حق آمد، یعنی مذهب حق آمد، من عندنا، از جانب ما، برای قریش مکه، برای مخاطبین قرآن، قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسی، چرا به این پیغمبر معجزه‌ای داده نشده اون معجزه‌ای که به موسی داده شده؟ الله جواب میده اولم یکفروا بما اوتی موسی من قبل، آیا کفر نکردن به آنچه که موسی داده شد قبل از این؟ قبلا که از موسی انکار میکردن، الان چطور معجزه او را میخوان؟ قالوا، یعنی منظور اینه که همون مردم، چون اهل شرک اهل کفر در واقع یک دینی دارند، اونا هم مثل اونها بودند. خب اونجا که معجزه آمد چرا ایمان نیاوردند؟ قالوا سحران تظاهرا، گفتند دو تا جادوگر هستند. سحران به معنی ساحران، تظاهر ظاهر شدند. بعضی میگویند که سحران منظور اینه که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و موسی، یعنی اگه پیغمبر مثل موسی معجزه‌ای داشت، اینها همین میگفتند دو تا ساحر هست، یکی موسی است یکی محمد است. و قالوا انا بكل کافرون، میگفتن ما به هر یک انکار میکنیم، ما هر دو را قبول نداریم. صدق الله. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل